باید من بکنم بعد ردی میکردید تندرو بهترین اتش شما رو دارم. امکان نداره با وجودتون کسی با تندرا بیاد در نیافته. بچه این لانگ ویدیوه همه الان دارم میگیرم. بچه کوچه‌ای بچه کوتاهی بچه آمولی باقولی نه بابا چی اصلا بچه تهرانی از بید میخوره چوز کلاس باشی اصلا بچه روستایی چون از دیگر افغانی باشی چه ربطی داشته بچه های روستایی و بچه های شهری هممون خیلی فرنگ پر در ایرانی تندم ناموسا خیلی شوخ میدارم اینو میزنم با این تندم شاید اتشش ناموسا خوب باشه. حالا بچه اتشش رو اگه خواستیم میزارم فقط کامنت ها رو بزنیم What the hell is میخوایی منو بکنی؟ باشه جامشات هم میخواست بکنم هم جامشات بکنم شاید به خاطر همین تندرم به چه خورم داشت جامشات نمیشه چرا اصلا نمیتونم خوب نمیزنم یه قوی لگم شروع میشه چرا کسیف تندرم انقدر داشت میدی اصلا پشیام میریزه من میگه چی تندرم بچه کسیف بازی داره کسیف بچه یه من از کم کاری دارم تو ویدیو کنم به خاطر مثلا نشن نمینه کاسه میکنم رکورد کنم میشه من یه بطریه کجا؟ دیدمش مطمئنم بخوای کوچه در نیم کوچه در نیم بخواستم طرف از اینجا دارم آجی چی دیدی یا اصلا امکان ندارم که بزرد داشت لازم هسته دیدی نه این هم میشنسه اصلا اسکوپ بگیرم غیر ممکن آجی اصلا داره دمیج میکنه جاری میشه میگه مگه میشه این به پای من بزنه بونتر نه بروجت جان عزیز گاه که نی میفهمه ایچ میشده میفهمه که قراره با یک ضربه خوشگله جان کجا سیجا از اینجا در میآید به بد جایش میخوره با اسکین من دختره کش بر نمیشه دقیقا واقعی بدی نیست آجی دمیج آجی پشه کنانی گردنم آجی پشه رو گردنم چون برسته مگس هم چی بود بچه مگس می باید بگم پشه است مغزه عزیزم امو سیگار نکش امو سیگار ناسون کنی امو سیگار نکش بعد از 90 روز بازم ربطی نداره من خودشون گیم دیگه میدونم مثلا کامبت مستر میزدم گرافیک کلافو نداشت ولی خود کنم بچه بخشید میدونم آجی اوتلوه من ریدم میرم شروع اسکوبی سریه بدگیر این لوکاس نیست یه چیزی میگم ما HDR چی؟ از کجا فرمه چی؟ آجی من چی دارم بریم که درانه کجا میگم تمام دل آورد
خود را به آغوش پدر می سپرد. اما من سیگاری نیستم، اما من سیگاری نمیزنم، منو میزنه میکشه. متوسط آخه چه کجا آی تراشون بکنم نمیتونم. بابا خیلی لاش بازیه داره اچدی ها رو میگه. اچدی کنه خود اصلا وانتپه بابا. من الان لگ دارم اصلا رکورد آقا آدم برای لگه چه جهنم باخت من دیگه نداشت بروجت باخت نمیده آجی. اینا تو گوشت بکن بروجت باخت نمیده. باخت میده بچه، باخت میده. هم اکنون تو کامنت بروجت باخت میده. بروجت باخت عظیم و جسیمی که حتی کالاف محمد افسانه ای جلوی امین اینفرنو نه مثل این که از این ویدیو خوب لذت می‌برده باشید. بچه ها تا ویدیو دیگه